نکته دیگر این که این درخت چی درختی بوده؟ در روایات در رابطه با این درخت خب روایاتی هست، بعضیش اشاره دارد که این نمیدونم سب بوده، انگور بوده، گندم بوده. خیلی مهم نیست. مهم آنچه که برای ما مهم است این است که یک درختی بوده از در بهشت و خداوند گفته است تو این بهشت هر چی هست بهره‌مند بشو، اما از به این درخت نزدیکی نکن که اگر از آن تناول کردی خب ظالم خواهی بود. ظالم یعنی ستمکار خواهی بود برای نفس خویش. متوجه هستید؟ حالا مهم نیست این چی درختی بوده، گندم بوده، نمیدونم انگور بوده، حالا هر چی بود، مهم این است که بدانیم خداوند گفته به این درخت نزدیک نشو. این یک نکته. بعد شیطان لعین هم نکته دیگر این که حالا این بهشت آیا همان بهشت است که آدم ها بعد از برپایی قیامت بهشتیان وارد آن می شوند، یا یک بهشت بوده در روی زمین؟ در اینجا هم مفسرین آرایی دارند. آنچه به نظر صحیح می نماید، به نظر صحیح می رسد، این یک بهشتی بوده، نه بهشتی روی زمین، یعنی با بهشتی در روی زمین، نه بهشتی آن بهشتی که انسان ها در آن جاودان خواهند بود، چون کسی در آن وارد شود دیگر بیرون آمدن ندارد. این یک شیطان هم نمیتواند آنجا باشد. این بهشتی که در آنجا حضرت آدم بود و درخت بود آنجا و ابلیس آمد و وسوسه کرد و اینها، این بهشتی بوده از بهشتی زمینی نه، بهشتی اون آسمانی هم نه، بهشتی که بعد از برپای قیامت بهشتیان وارد آن میشن، بلکه بین بهشتی مثلا میتوان گفت برزخی، حالا اسمش هر چی بگذارید. متوجه هستید؟ این نکته دوم. نکته سوم این که شیطان در بعضی از روایات هست که نمیدونم به صورتی مار بود و داستان‌های تفصیلی دارد و اگر دقت شود این روایات اولا صحت به آن صورت ندارند و از اسرائیلیات گرفته شده‌اند. اسرائیلیات روایات است که توجه بفرمایید دوستان، بعضی از یهودی هایی که در صدر اسلام مسلمان شدند اینها آمدن از عهد قدیم همین تورات بعضی قصه ها را گرفتند و با عنوان حاشیه آیت های قرآنی آنها را روایت میکردند، میگفتند. بنابراین ما نمیتونیم آنها را تصدیق کنیم، چون خب خود عهد قدیم تحریف شده است. آن کتابی نیست که به حضرت موسی نازل شده، تحریف شده، تغییر شده. توجه هستید؟ لذا به این روایات اسرائیلی هم اعتماد نیست. آنچه در زمینه اسکان حضرت آدم و حوا در بهشت و فرود آمدنشان به زمین موردی وثوق اعتماد است، همین است که در قرآن آمده است و بعضی از روایت های صحیح. توجه هستید؟ لذا اون مار بود و بعضی متاسفانه کتاب های اسلامی هم اینو نوشتند به صورت مار آمده و نمیدونم وسوسه کرده و نه، چون این درست نیست. شیطان آمده از وسوسه کرده است. به چی صورت؟ تفصیلش برای ما خیلی اولا مهم نیست این دانستنش. وقتی حضرت آدم و حوا در اون بهشت بودند، شیطان آمد پیش آنها را وسوسه کرد. همین کافی است بدانیم. نکاتی برای ما مهم است که نکاتی درس آموز و عبرت انگیز باشد. توجه هستی؟ اینکه ابلیس به چه شکل بود، این درخت چی بود، انگور بود، نه فلان بود، اینا مهم نیست دانستنش. تو همین داستان آنچه مهم است، عبرت آمیز است، این است که تکبر چیزی بده است. شیطان به خاطر یک تکبرش از
درگاه خداوند رانده شد، ابدالابد. توجه هستید؟ در برابر کار خدا نباید ما چون و چرا کنیم. خدا وقتی دستوری فرموده است تسلیم محض میخواد از ما و شما، چون و چرا ندارد. وقتی خدا میگه شراب تناول نکنید حرام است، دیگه چون و چرا ندارد. آقا چرا این مثلا حرام شده است؟ حتما ضرری دارد که خدا حرام قرار داده است، زیانی هست، اما آیا دانستنش برای ما خیلی اهمیت دارد؟ نه. از ما خداوند تسلیم میخواد، اما اینکه چرا، چون، اینها وقتی برای ما معلوم شد و هویدا شد که خدا فرموده است، دیگر تسلیم باید شد در برابر فرمان خدا. این ابلیس است که چون و چرا کرد. آقا چرا این مثلا اینکه از خاک آفریده شده است، شیطان میگفت چرا من در برابر انسان سجده کنم؟ سجده عبادت نه، سجده احترام، مثلا سجده بزرگ داشت، سجده به این عنوان که آدم موجودی برتر است، برتر از دیگر مخلوقات است. این که خدای نکرده مثلا عبادت کرده باشند آدم را. خدا گفته است سجده کنید، فرشته ها هم سجده کردن. ابلیس بود که آقا این که از خاک آفریده شده است، ما که از آتشیم، از این قیاسی باطل. یعنی پیش خودش یا همچنین استنباطی کرده است هرچی از آتش آفریده شده برتر از خاک است. خب غلط میکنی تو، متوجه هستید؟ لذا درسی که این آیت ها میدهند این است که ما باید تسلیم محض خدا باشیم. خدا گفته است نماز بخوانید، باید نماز خواند، حتما فایده ای دارد، سودی دارد برای کمال ایمان. خدا گفته است شراب ننوش، حرام است. چرا حرام است؟ دیگه کاری نداشته باش، مانع کمالی توست. خدا گفته است گوشت خوک تناول نکن. این که ما بیاییم، حالا من بعضی وقت شما نگاه کنید اینا اشتباه است. یک مقاله خواندم گفته است میدانید چرا گوشت خوک را خدا حرام کرده است؟ چون در مثلا علما کشف کردند که در ترکیب گوشت خوک یک نوع مثلا کرم بوده است، نمیدونم یک موجودی بوده است و انسان را به انسان ضرر میرسانده است و از این حرفا. ببینید آخه این حرفا درست نیست. خدا حرام کرده است والله اعلم بمراد، خدا خودش میداند چرا حرام است. اگر در ترکیب این کرم بود و فلان بود و بهمان بود، اینقدر کافرها که خوردن که از ما شما سالم ترند. یعنی خدا وکیل خودتون گویید از نظر جسمانی این کافرایی که هر روز خوک تناول میکنند چیز کم دارند، مریض شدند، یعنی از ما و شما سالم ترند و صحت تر هم هستند. ضررش ظاهری نیست، شاید یک ضرری معنوی دارد، چیز برای ما معلوم نیست، چون معلوم شدنش مهم نیست. خدا گفته است تناول نکن، تمام. رویم مثلا آقا این خداوند این را حرام کرده به این خاطر که در فلان مثلا عضوش فلان باکتری مثلا هست. خب این باکتری بود که همه این کافران مرده بودن تا حالا. این از این اشتباهات نباید بکنیم. خدا گفته نکن، نمیکنیم. تسلیم محض بودن خدا در برابر خدا. و اما اینکه خدا میگوید فأزلهم الشیطان عنها فاخرجهما مما كانا فیه. خداوند اومد، ابلیس هم آمد وسوسه کرد، چون قسم خورده بود که وقتی شیطان رانده شد، شیطان قسم خورد که خدایا من این آدم را ذریه نسلش را گمراه خواهم کرد از هر راهی، از پیششان، از پشتشان، از دست راست و چپ و یعنی هیچ روزنه‌ای برای اونها قرار نخواهم داد الا اینکه میام وسوسه میکنم.
که اینها چون من ابلیس به خاطر این موجود از درگاه تو رانده شدم، حالا ما باید انتقامم را بگیرم. این ابلیس لعین دشمنی قسم خورده ما و شماست. نباید شیطان را گل وسوسه‌اش را خورد. خیلی باید مواظب بود. شیطان هم کارش این نیست که حالا مجبور کند کسی را بر انجام یک معصیت و گناه. توجه کنید، شیطان کارش فقط وسوسه است. قدرتی ندارد، سلطانی بر ما ندارد، قدرتی ندارد. از دور وسوسه میکند. یزین یعنی برای ما زیبا نشان میدهد. نه اینکه از دست انسان بگیرد و بر یک کار مجبور کند که نه، وسوسه میکند و انسان هم از این نیروی بازدارندگی اگر بخواهد اراده برخوردار است که در برابر وسوسه شیطان خودش را باز دارد، نگه دارد. باید اراده کند، نباید تسلیم وسوسه شیطان شد. متوجه هستید؟ لذا نباید از وسوسه به این معنا نیست که ما و شما را ابلیس علیه بالله مجبور کند که نه، وسوسه میکند از دور با تزیین، زیبا نشان دادن، معصیت را زیبا نشان میدهد و این ما هستیم که بعد به طرف او روان نمیشویم. خب نباید روان شد. شما دیدید اگر انسان یک کاری که گناه است را انجام دهد، بعد از آن پشیمان میشود. میدانید چرا؟ چون وقتی انجام دادید ابلیس خودش یک طرف می ایستد و ملامت میکند، میگید که بد کاری کردی، نباید حرفی مرا گوش میدادی. متوجه هستید؟ بعد خدا گفت بعد از این درخت را تناول کرد انسان و وقتی که شیطان وسوسه کرد حضرت آدم تناول کرد، خورد از اون درخت. وقت به محض خوردن عورتی شرمگاه انسان حضرت آدم نمایان شد. این نمایان شدن شرمگاه چیزی بود که سبب شد دیگه خدا گفت من به شما گفته بودم که از این درخت تناول نکنید و چون خوردید فتکونا من الظالمین، برای خودتان ستم کرده اید، دیگه بیرون شوید از اینجا. اون وقت بود که آدم بر زمین فرود آمد. اینجا بود. نکته قابل توجه در این است که مگر حضرت آدم پیامبر نبود؟ ما که معتقدیم پیامبران معصومند، از پیامبران گناه سر نمیزند. خب این چیست؟ خدا که گفته است از این درخت نخور و آدم خورد، یعنی معصیت کرد. حالا پاسخ این را توجه بفرمایید. ببینید توضیح این که